بیا که خیرمن باد شود، ای بچه بیا که دیلکم شاد شود، ای بچه جانه نمیدانم اکنون تو کجاره، ای جانم و تو پیوند تنم از تو جدایه. کوی کبوتر بر میبینم بچه پدر در سفر میبینم نمیبینم در میگیرم سنگاوی خنه که در دیگر میگیرم. نوروز به دوستان مبارک باشد، این تازه شوی جان مبارک باشد. مادر به مراد 7 خان گسترده، این نعمت 7 خان مبارک باشد. امروز در دهه یولی زیبا منظری تگناب زمین مردم گذری ما که گذری درازکش میگن جشن نوروزی داره، یک عنعنه خوب داره مردم دهه یال باستانی ما که همه عرف و عادت‌های قدیمی من گذشتگان خود را به کم و کاست رعایت میکنند تا امروز دوام داده آمدند. من اجداد به اجداد عنعنه‌های خوبی نیکی جهت تربیوی و اخلاقی داشته و من جهت خوبش رو تا امروز نگاه داشته آمدند. من امروز در لب قلعه زنها تشکیل کردن عید نوروزی که بین المللی شده است جشن گرفته ایستادند. نه اکنون نه اینکه در لب قلعه دهه یول، نه اینکه در دهه یول و در شوراباد و در تاجیکستان جشن میگیرند، بلکه نوروز رو در افریقا و در امریکا و در ژاپن و هندوستان و چین جشن میگیرند. همه گوشه تاجیکستان عزیز ما زیبا است، همه گوشهش بیشتاسا است. دوست داشتن در کار، حرمت کردن در کار، به قدرش رسیدن در کار
وطن من وطنداری از خانه و در و از جای تولد و از دیار و زادگاه می رود تا به بالا رفته می رسد که این رو ما از کلان سالهایمان آموختیم، به فرزندانمان تعلیم میدیم، تاکید میکنیم و همینطور می رود وطن و وطنداری، خودشناسی، افتخار ملی. و همینطور با سفارش های کلان سالهای من همان گذر نمادهای خوراک های ملی آش بریده و دلده و راشکاتله و آش پلو و شوربا و تا گوشت بریان و برنجابه و شیر برنج و دیگر خوراک های ملی را آماده میکنند. در اینجا دعوت میشوند از مردم دیه، کسی که باشد آمده در اینجا اشتراک میکند. از بس که دیه ما در بغل کوه ها در کوهستان واقع دارد، تل و تپه های آفتابرویه هم دارد، گیاه های شیوابخشی شنک، بوبانک، روشک و دیگر می روید و سفارش میدن به فرزندان خود، آنها را جمع آوری میکنند. بعد آمده در اینجا نوروزی تشکیل میکنه. از همین گیاه ها، از همین علف ها خوراک های گوناگون ملی تیار میکنن و یک روز رو با خوشی و خرسندی میگذرانند. رحمان زیا گفته است که تگنابی همون یال باشد وطنم، پیوسته بود نام خوشش در دهنم. یک قطره نوشم زی چشمه رمس و کمر، دی حد 1000 نشعه بر جان و تنم. بله، تگناب سرزمین است که فرزندان به آر و ناموس شخصیت های بزرگ را به وقوع رسانده است. نوروز بنا بهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم، گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. خدای خدا جان مککه فرزندای رای دیری مورا نگاه بداری، خدا جان بیگ باش پایرگاه چوب سرما بود شب خودش نفس سینانو قطعنی شما ببینه در مطلوب
باشد.